سلام خیلی خوش اومدید به این ولاگ. من بعد از چند هفته آخر هفته قبل رو دوباره برگشتم به این شهری که الان دارید تماشاش میکنید. 1 ماه خونه امن من و 2 فسقلی بود. قبل از صبحونه وقت داشتیم تا کمی اطراف رو قدم بزنیم. اون لحظه وسط اون زمینه کشاورزی که بعد از درختای صنوبر بالا بلند بهشون رسیدیم، پیرمرد پیرزنی که پشت یه تراکتور با لبخند بهمون دست تکون دادن و ذوق بچه‌ها از دیدن گاوی که با لذت تموم داشت برگای ذرت رو میخورد، منو یاد حس و حال شیرین قدم زدن لابلای شالیزارهای گیلان انداخت. توی این ولاگ قراره تیکه‌ای از لذت این خاطرات شیرین و گرم تابستونی رو باهاتون تقسیم کنم. مولا یه شهر کوچیک و آروم تو جنوب غربی ترکیه است و من در خونه باغی در روستایی با صفا نزدیک این شهر اقامت داشتم. لوکیشن من خیلی نزدیک به شهر مارمارش و اوکراکا بود و این شهری کوچیک تا سمت فتیه و اولودنیز و کلی منطقه ساحلی دیگه برای عاشقان شنا و آفتاب گرفتن عالیه. واسه من جور دیگه قشنگه به خاطر طبیعتش که به نظرم توی پاییز زیباییش به اوجش هم میرسه. توی پاییز ازدحام توریستم خیلی کمتره و واقعا زیباییش به چشم میاد. جدا از اینها برای من یادآور اولین تجربه سفر تنهاییمه. روزهایی که سفر میکردم، کار داوطلبانه میکردم، روزای خوش سفر. خلاصه که اگه به ترکیه سفر کردید پیشنهاد میکنم به جای آنتالیا و آلانیا و شهرهای اون شکلی بیایید این شهرهای این شکلی. البته تاکید میکنم باز وسط پاییز. بیایید و بگردید و لذتش رو ببرید.
سومین روز آفمه. اومدم اطراف مولاژ یه جایی به نام کاتکلیکوی. راستش خیلی از لحظه‌های کوچیک و لذت بخش اون یک ماه ثبت نشدن، به خاطر اینکه خیلی وقتا فقط شب‌ها گوشی دستم میگرفتم. اعتراف میکنم به عنوان نسلی که عادت کرده هر تجربه و لحظه ای رو توی گالری گوشیش توی چند کیلوبایت بگنجونه و بعدم با اسکرول کردن گاه به گاه یا اصلا دیر به دیر این گالری حس کنه مثلا خاطرات مرور شد، یادآوری شد. گاهن هی با خودم میگفتم ای کاش گوشیم همراهم بود، ای کاش همیشه گوشی دستم بود که میتونستم تک تک این لحظه ها رو ثبت کنم. اما با این حال موافقی که لذت بستن چشم‌ها یا خیره شدن به نقطه‌ای در دوردست و سعی در به یاد آوردن جزئیات یک خاطره، یک روز ساده زیبا، جاش با هیچ کدوم از اون کیلوبایت‌های توی گالری قابل قیاس نیست. مخصوصاً که اگه مثل الان من پشت پنجره نشسته باشین، خواب روبروتون یه تپه از یه شهر پر از نور و لامپ و ساختمونای بلند باشه و کمی بالاتر وسط سیاهی آسمون یه برش از ماه پرنور بدرخشه. زیباست. این کتاب کودک درباره لحظه‌ایه که بچه‌ای برای بار اول متوجه احساسی به نام نگرانی و اضطراب میشه. اون در نهایت متوجه میشه این نگرانی زمانی کوچکتر میشه که یاد بگیره دربارش با کسی صحبت کنه. میفهمه که بقیه هم گاهن دچارش میشن و اون در تجربه این احساس تنها نیست. چنین کتاب به ظاهر ساده‌ای حتی برای ما بزرگترها هم نیاز به یادآوری داره که ما در تجربه یک احساس تنها نیستیم. فقط در بیشتر مواقع در بیان و به اشتراک گذاشتنش، در درخواست برای شنیده شدن و شنیدنش نابلد هستیم و مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به تمرین داره.